مدت از 3 سال پیش با یک زنی که صاحب 4 فرزند بود از شوهر اولش که جدا شدگی بود، نهایت فقیر و کمبغل بود و از اسلام هم دور بود. به خاطر ثواب با او نکاح شرعی کردم همچون زن دوم و با مرور زمان شکرانه خدا که او نمازخوان شد و لباس اسلامی در بر کرد و این زن در 7-8 ماه آخر با جوانی که از او نکم از 15 سال خورد بود پنهانی خانه را اجاره گرفته خیانتی بر من کرد و من جواب او را دادم و در بعضی امر معروف های شما شنیده بودم که زنهایی که توبه میکنند پروردگار گناه های آنها را میبخشد و مدت 1 ماه زیاد میشود که عصبهای من خسته شدند و از پروردگار زاری و تولا میکنم که انتقام من را از این زن فاحشه و این مرد زناگار بگیرد. بابایشان در حق اینها یک سخنی میگفتید و در حق من هم دعا میکرده که خداوند به من آرامی نصیب کند. خب دادر عزیز، خداوند شما را اجر دهد. من چند بارها در صحبتام میگفتم که از زن غر برو از آن که استادش غر است. یک جوان در دانشگاه ملی میخوانده است، یک نماز عصر آمد پیش من گفت که بایشان همین تویات شما همین سخنه میگه، من همین سخنه نفهمیدم چی گفتی گپ هستنی. بس تبسم کردم گفتم دادر عزیز، زنی که سر لج میگردد، کرتی آستین کلته میپوشد، پاجامه نمیپوشد، او رو که زن کرده خانه آوردی از او فقط دخترم شود مثل خودش سرلج و کرتی آستین کلته پوش و پیجامه میبرد. وقتی که شنید دو که من باشا راست میگی، با من همین زنگیر بودم برای خوب شد شما خیلی مصلحت کردم. تو دختری با ایمان و با حیا و با عفت گیری، انشاءالله خدا خواه از اون فرزندی با حیا و با عفت و با ایمان ببرد. خوب دادری از اولش که کمبودی از خودت بود که باید این زن میدانستی به آداب بود، به حیا بود، به عفت بود، او رو نمیگرفتی. وقتی که زنی دویم هم میگرفتی، الحمدلله خواهرای اسلامی با حیا با آداب بسیار هستند. خوب اکنون که گرفتی او رو باز با نصیحت کردن اصلاحش کردی، انشاءالله در این کار اجر گرفتی، ثواب گرفتی. که حضرت علی پیغمبر خدا گفتن اگر با سبب دعوت تو یک کس هدایت یابد ثوابش از دنیا آنچه در دنیاست بهتر است. تو برای نصیحتات اجر گرفتی. خوب اکنون این که زن بدبختی کرد و به شما خیانت کرد، به مجردی همون خیانتش نگاهی او با شما بریده شدگی بود. خوب که ما فهمیدید و اونها را قفیده سرش دادید، جوانمردی کردی، خوشا به حالت. من تو را برای این غیرتت مبارک میگویم. خداوند شما دو ثبت و ما یگان همسر خوبی دیگر نصیبت کنم. اولش که همسر اولاد کفایه کن گرد دادر عزیز. دو زندگی کاری مشکل است، لیکن باز انشالله اگر ذوقت زیاد باشه انشالله خداوند نصیبت میکنه، باید دختر خوب میابی. لیکن من برای این جوانی که خانه شما رفت آمد داشته است و بالای این نون و نمک شما رو خوردن با همسر شما خیانت کرده است، من به او میگویم دادر عزیز، وقتی که بازنی مردم چشم بد کردی منتظر باش بازنی آینده تو کسی چشم بد میکنن. در رسول اکرم میگه من زن از اون یبی، کسی زنا میکند با کسی در حق برادرش خیانت میکند، حتما دیگر کس بازن او خیانت میکند. بنابر تو زن این برادر رو خیانت کردی، آینده تو کسی هم که گیری در قصد داخلی داخانه محکمش هم که کنی در حقت خیانت میکنی. اینو منتظر باش، پیغمبر دروغ نمیگه. دویم رسول اکرم میگه من زنا بامرأة متزوجة کان علیها و علیه نصف عذاب هذه الامه. شخص با زن شوهردار خیانت کند، بر این زن و بر این مرد زانی عذابی هم نصف امت عذابش خدا بالا بوده میکنه. یعنی چگونه نصف امت عذاب چه که مشکل است جمع شود بالا یک کسته، همین عذاب سخته برای مردی که در حق زن شوهردار خیانت میکنه برای این، به شرط البته شوهرش خبر نداشته باشه. و این چنین باز ثوابهای تو را چند قدر ثواب داشته باشی. البته زناگارا که ثواب هم ندارن بایا، ثوابهای تو را فقط خداوند برای خیانتی کردن گرفته در این شوهر زن میتید
تو انشاءالله دست خالی همراه همون فاحشه هر دو دوزخ می‌روی. عذاب زناگارا خیلی عذاب سخته است. لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تفسیر این آیه کریمه میگه از همه سخت‌ترین عذاب در دوزخ عذاب زنهای زناگار و مردهای زناگار است. ولی منتظر شو مگر که از قبر خستی ای جوان شرمنده، ای خواهر شرمنده بدبخت، از قبر که خستی مردی ان همون جوان در پیشانیت کشان، از اون زرداب رفتن میگیره دهنت در آمدن میگیره در بین مردم همه تماشات میکنن. آن رو شرمندگی رو ببین. ای جوانی بدبخت، ای جوانی که خیانت میکنی با زن مردم، با دختری مردم، اگر از قبر خستی شرمگاه او زن خدا در پیشانیت پیدا میکند. همون خدایی که در بین پای او زن او رو پیدا کرد اگر در پیشانیت پیدا میکند، از داخل زرداب رفتن میگیره دهنت در آن رو شرمندگی رو میبینی. حالا یه لحظه راحت دارد، منتظر شرمندگی باش. حالا فرصت از توبه کن. خداوند برای زناگارا، برای تو بدبخت زنک، برای این جوان، برای تو حد و سنگسار است تا مردن، برای این 100 تازیانه است. این حکم شرع است. خداوند نصیب کنه سال را که قانون قرآن عملی شود این زناگارا رو سنگسار کنیم. انشاءالله امید دارم من خدا صاحب دینش است، روز این قانون عملی می شود. سخت جوان مرد شو، برای تو جوان دختر که مرد دخترهای بیشوهر. سعدی بزرگوار میگد مکن بد به فرزند مردم نگاه، که فرزند خویشت برایت تباه. دختری مردم بد نگاه نکن با چشم بد، کلین مردم با چشم بد نگاه نکن، زنی مردم با چشم بد نگاه نکن. دختری خودت، کلین خودت، زنی خودت ماندیو بما. مکن بد به فرزند مردم نگاه، که فرزند خویشت برایت تباه. بنابراین الان فرصت داره و مادرگان وقتی جاهلیت کرده بوده توبه کنه، گریه کنه شبها. والله این خجالت هست او رو به هیچی ششته نمیتونه. عزیز میگوید تفسیر آیه مبارکه و ان الله یرا سوره اقرده، یک عزیز خدا میگد که بسیار از گناهاش توبه کرده بود، چندین سال بود شب و روز عبادت میکرد و گریه میکرد. دوستاش میپرسیدن آخه چون اینقدر گریه میکنی؟ تو واقع در وقتی تو بدبخت بودی، الان آخه 20 سال 30 سال شد تو نمازخوان هستی، تو ذکر خدا و قیام لیل داری، توبه داری، چون اینقدر گریه میکنی؟ میگم از ترس گناه ها. آخر گناه ها رو خدا گذاشت. خدا خود وعده کرده است که من بندم پشیمان شه و از صدق توبه کنه من گناهشو میگذارم. خودش وعده کرده. چون اینقدر تو خود عذاب میدی؟ میگفت آره میدانم خدا گناه رو میگذارد، لیکن شرمندگی این که من در بالای او زنک دیده بود، او من دیده بود، من به او رو پروشم، چطور روی می نگاه میکنم؟ آیا زناگارا، آیا عرقخورا، خدا شما رو میبینه فگر رو پرو به خدا میگی در مرافعی زودی باید تو رو که دیده بود در بالای این مرد فاحشه، در بالای این زن فاحشه، چطور روی او رو نگاه میکنی؟ گیرم که تو از سری گناه در گذری، زان شرم که دیدم که چی کردی، چی کردم چی کردم، زان شرم که دیدی که چی کردم چی کردم. آره میدونم تو گناه میگذری، لیکن آخر او حالت تو من دیده بودی. من نگه یک آدمی با آبرو در یک حالت گناه تو رو بیند، هر باره که او رو بینی سرخ میشوی. هم تو هست خجالت میشویم، 1 سال پسم بینیم، 10 سال پسم بینیم، هوایی بینیم خجالت میشویم. اگر با خدا چطور پر بشود؟ امروز میفهمم زنهای خانشین، زنهای قشلاقی که شوهر دارن، فاحشگی رو براشان کسب کردیان، منبع درآمد کردیان، منبع راحت کردیان. سحر سمکش میگیرد
تلفنش در گوشش بر پدری کسی لعنت که این تلفن‌ها رو برآورد. خداوند الهی فقیر کند و سخت‌ترین حالت جزاش دید. تمام زن تاجیک، دختر تاجیک خواهی جوان است و خواهیاش و شوهردار در گوشش تلفن با همون فاحشی بدبختی صحبت دارن. از خانهش برآمد تلفن میگه او خیلی لعنتیش میگه سوارش میکنه. بیشترم داری کاملیشنات یک عیب و شرم بود. احتیاط کردم میاد یک جایی به جایی با او میخوردن. امروز دیگر نه شرم است و نه احتیاج است. گفتن استانبول سیل زیر کرده، 2 متر 3 متر سیل خانه ها رو شسته. شیخ مولا عبدالرحیم قلندر است مهمان ما بود، گفت او باید از این بدتر شود، زیرا وقتی که من در استانبول بودم میگه یک خانه یک شخص مهمان شدم و برای خاطری استراحت کردن میگه بیرون برآمدم به بحر، در لب بحر رفتم میگه در بین مردم مرد و زنی لچ عریان پیش می آدم تو بشین باید دیگر علاقه جنسی دارن. باید او از این بدتر میشد استانبول، باید فرو میرفت. من برای رفیقام گفتم که بیای رویم گال این بر همه رو فرو میبرد. خداوند از تا بنده از خود نگذرد خدا عذاب نمی کند. و ما كنا مهلك القرى الا و اهلها ظالمون. خدا میگه من اهل شهرها را حلال میکنم که اونها از حد میگذرند. قرآن سخنش است. فاحشه ها ظاهر شدن که دوشنبه ده نگاه کن خدای قادر است ورزا به جمع میکنه یا باره سرش میدیه نه دوشنبه میموندون نه دیگر جا. دادر عزیز من به جای تو میشدم عصبی نمیشدم. خوب شاید تو به خاطر خدمتای کردگید یا به خاطر شرم داشتگید عصبی شدید. خدا خواهد صبر کن ثواب بگیری. برای تو انشاءالله زن بسیار است. وای از زنی خوب بگیر فراموش شده میرودی. اما وای به این جوان و وای به این همسری بدبخت. یکم فایده صدقه فطر این است که شخصی روزدار در ایام روزداریش یکم که بیهوده میزند، حقارت میکند، دروغ میگوید. خصوصا دهنای ما و شما معلوم است. من خودم هم خیلی هستم، شما که به طریق اولا از من بهتری. حالت عصبون بیاد حقارت میکنم جلوم بیاد. همین حقارت و همین دروغ و همین فریب ها روزه رو چی میکنه ازانی من؟ روزه رو چرکین میکنه. روزه هم مانند لباسی سفید است. من روز من پوشیدم سفید، اما وقتی که اوقات خون چکه یا جاش داغ میزنه این وقت. انا همین دروغ گفتن مان، فریب کردن مان، خبرکشی ها مان، خب غفلت مان، از یاد خدا غافل شدن، تلویزیون تماشا کنی ها مان، من این کوچه میبراییم زنهای لچ عریان میبینیم. اینها همش روزی ما رو چی میکنن؟ چرکین میکنن. من یه آدم لباس سفید داره تراکتور سوارش کنه از تد 54 با فرار نگاه چی میشه لباسشم تای انا روزه همه خیلی سیاه میشه، چرکین میشه، آلوده میشه. اکنون صدقه فطر مانند انمون خاکی لباسشویی که حال اریل است که تازه سفید میکنه. من وقتی جوزا برآوردم برای فایده خوشم می اندازه لباس چی گونه سفید میکنه؟ صدقه فطر بعد از دادن روزه روزدار هم تو سفید میکنه، یعنی گناهاش میشوی نابود میکنه. فهمیده؟ چه فایده داره ده؟ این فایده است. پیغمبر خدا این گفت من نیست. دویم حضرت گفتم و طعمة للمساکین. صدقه فطر یاردم برای کمبغل هاست، برای محتاج هاست. همسایی کمبغل داریم، هم محلی کمبغل داریم. من در این ناحیه ما به صاحب خانه است، آدمای معیوب و مسلوق خواب هستند. وقتی که صدقات فطر ما جمع کنیم بریم همونا رو تیم، اونها یک ماه غذاشون میشه، یا هفتینه غذاشون میشه، از گرسنگی همونها ایمین میشوند. لباس نداشته باشن لباس بخرن، اونها هم در حق وانتها میکنن، هم یاردمی بر اونها میشوند. بنابر رسول اکرم گفت من اداها قبل الصلاة فهی زکات مقبوله. کسی این پیش از عید تیاد، بنابر مذهب ما پیش از نماز عید دادن در کارای من امروز و فردا دادن شرط شدن دادن گریتان. این خدا همچون زکات قبولش میکنند. فمن اداها بعد الصلاة فهی صدقه من الصدقات. اما بعد نماز عید تیاد او صدقه نافله حساب میشود، او زکات فطر حساب نمیشه. بنابر کوشش کنه پیش از نماز عید
صدقات فطر تانته در رسول اکرم در حدیث بیهقی روایت میکنه و ما تاکید میکنن اغنوهم عن طواف هذا اليوم. روز عید روز شادی و خرسندی است، شما همین کمبغل و گداها رو یا چیته از صدقه فطر در روز عید گدایی نکنن، دهنی در آن نروند. خدا انصاف دیگه گداهای ما رو که امروز عید خانه شان شدن، لیکن خدا اینها از این گدایی منبع درآمد کردگیان. همین گداهایی که در مسجد هست یا چی خانهشان دارن، باور کنید. نه اینها نروزی جمعه در خانهشان دم میگیرن در روز عید. پیغمبر تا اینا رو صدقه فطر یکی روز عید خانهشان بشینن، بچه هاشان خرسندی کنن. اینها همون روز عید آدم مسجد بسیار گفته غنیمت میدن میبرن گدایی میکنن. پیغمبر خدا بنا اینا رو مذمت کردگی است. و هر حال مقصد از دادن صدقه فطر همین کمبغل ها رو یاردم کرد. البته رئیس جمهور اخلاق خوب کردن که با صدقه، لیکن اگر پول تان صدقه شما خودتان فروزانه گیره و برای کمبغل ده صدقه فطر بگین نمیشود، زیرا که احکامای شرعی توقیفی است عزیزان من، به اختیار من و شما نیستین. پول برای دست ده برادر گوی من همین پولی صدقه فطر من خواه فروزانک میگیری نمپوش کرد، این نام اینا فروزانه کرد، یا که آرد میگیری یا روغن میگیری.